از کدام خشونت علیه زن بگوییم؟ در حالی که جهان تنها یک روز از خشونت علیه زن حرف میزند، اما زنان افغانستان هر روز و هر ساعت و هر نفس زیر سنگین ترین شکل های خشونت نفس میکشند. در کدام کشور زن را این گونه از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم کردند؟ زنی که حق تحصیل ندارد و حق کار ندارد و حق گفتگو ندارد و حق انتخاب لباس ندارد، زنی که به جای مکتب و دانشگاه به بند نادیده و نانوشته به زندانهای خانگی محکوم شدند. در کدام نقطه دیگر جهان ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، فروش دختران، تجاوز گروهی، قتل ناموسی، شکنجه در خانه و بیرون از خانه چنین عادی شده است؟ در کدام کشور زن تنها به عنوان جنس دیده می شود، نه انسان؟ هیچ جای دنیا و هیچ کشوری و هیچ حکومتی به اندازه افغانستان زن را زنده در قبر نکرده است. هیچ جا زنان را این گونه به نام دین خفه نکردند. هیچ جا این گونه به اسم غیرت و قانون آزادی زن را در گور نکردند. جهان اگر می‌خواهد بداند خشونت واقعی علیه زن چیست، کافی است به افغانستان نگاه کنند، جایی که زنان هر روز کشته می‌شوند، شکنجه می‌شوند، ناپدید می‌شوند، زندانی می‌شوند و صدایش در گلو خفه می‌شود. جایی است که زن نه فقط قربانی خشونت است، بلکه نماد مقاومت خاموشی است که جهان باید بشنود. اگر جهان واقعاً به عدالت باور دارد، صدای زنان افغانستان را بشنود. از کدام خشونت علیه زن بگوییم؟ در حالی که جهان تنها یک روز از خشونت علیه زن حرف میزند، اما زنان افغانستان هر روز و هر ساعت و هر نفس زیر سنگین ترین شکل های خشونت نفس میکشند. در کدام کشور زن را این گونه از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم کردند؟ زنی که حق تحصیل ندارد و حق کار ندارد و حق گفتگو ندارد و حق انتخاب لباس ندارد، زنی که به جای مکتب و دانشگاه به بند نادیده و نانوشته به زندانهای خانگی محکوم شدند. در کدام نقطه دیگر جهان ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، فروش دختران، تجاوز گروهی، قتل ناموسی، شکنجه در خانه و بیرون از خانه چنین عادی شده است؟ در کدام کشور زن تنها به عنوان جنس دیده می شود، نه انسان؟ هیچ جای دنیا و هیچ کشوری و هیچ حکومتی به اندازه افغانستان زن را زنده در قبر نکرده است. هیچ جا زنان را این گونه به نام دین خفه نکردند. هیچ جا این گونه به اسم غیرت و قانون آزادی زن را در گور نکردند. جهان اگر می‌خواهد بداند خشونت واقعی علیه زن چیست، کافی است به افغانستان نگاه کنند، جایی که زنان هر روز کشته می‌شوند، شکنجه می‌شوند، ناپدید می‌شوند، زندانی می‌شوند و صدایش در گلو خفه می‌شود. جایی است که زن نه فقط قربانی خشونت است، بلکه نماد مقاومت خاموشی است که جهان باید بشنود. اگر جهان واقعاً به عدالت باور دارد، صدای زنان افغانستان را بشنود.